سلام علیکم. محمد و علیکم السلام و رحمت برادر الله. خوب هستید؟ سلامتون خوب است؟ الحمدلله، خدا را شکر. از نو به برنامه وارد شدم. بینم با وابسته به قضیه حالتی دیروز شده در مرز سخن کردیم. دیروز صحبت شما با واقعی شوکت گوش کردم که گفتین که این حادثه که حاضر در این حال در مرز شده ایستاده است، این کاری تشکیل کرده حکومت تاجیکستان است و با مردم گفتین که مردم نباید از خانهشون برایند، در جایشان نشینند. شما یک چیز رو ببینید که وقتی که به خانه شما زده می‌دارن، برای شما اخوانتون نمی‌جنبید، آنها رو بر عوض آیها یگون کار نشون نمیدید. نگاه کنید، هر یک دولت وابسته به خودش اپوزیسیا دارد. شما همچون خود رو یک اپوزیسیا میگیرین، در بعضی موردها ارزش‌های ملی خود رو در یگان حالت شما بالا نمیگیرید. دیدید من ارزش‌های ملی من همیشه بالا گرفتم. من رحمانوف در وطن ما بیشتر دوست می‌دارم. من حمایت وطن ما از رحمانوف، از سگ اس اسی خدا زده، از بدبختایی که همین الولک بلولک خشتک سر تنورک میخ چپرک تخ چپرک دختر حیوان زاده و لعنتی زاده رحمانوف وطن ما بیشتر دوست می‌دارم. اما هر یک برادر مخالف ما وطن شه، دولت شه، مردم شه بیشتر از رحمانوف و آل و اجداد کثیف رحمانوف بیشتر دوست می‌دارن. ولی ما چند باری که باید یک کهنه جنوب کشته شود. برای چی؟ همین خودت روزی که برای جنگ کنی سوال اول میگه ها برای چی نه؟ برای چی نه؟ برای چی نه؟ برای وطن میرویم. برای پیش ابو جهل میفراد برای جنگ. گوش کنید، باری چندم میشود که در مرز جنگ است. ما جنگ نمیکنیم، ما جنگ نیستیم. اما اگر جنگ کردنی مرحمت برای جنگ برای خود برای رحمانوف. گوش کنید، من در اینجا نگفتم جنگ کنید. من برای بچه مریم گورسوخته خود را فدا میکنم. بگو برا بگو افتاد هم قبر. گوش کنید، من شما را نگفتم جنگ کنید. تو برای جنگ. من مردم بگم جنگ نکنن. رحمانوف قطع ارمیش بیا همون مریم حمایت کنه، از همون عزیزما حمایت کنه. هیکلی مریم منفیت ملی رو به منفیت شخصی نگردونید. گوش کنید، باری چندم میشود که در سرحد جنگ میشود، یگان مراتب شما طرف ملت خود را نگرفتید. طرف یگان کس نیست. من امروز گفتم که اس اس همینجا گناهکار نیست. همینجا مردک هستی گوش کنی. من گفتم که در همین قضیه اس اس گناهکار نیست. اس اس لعنت. برای چی شب گفتید؟ شب فکرتون دیگر بود، امروز گفتید جنگ نکنید. من شب فکر عقیده شما وابسته به مرز دیگر چی بود؟ یگان چیز دیگه نبود. من همین گپا امروز گفتم که مردم امروز فکرتون آوردین گفتین که وابسته به این مسئله توشف گناهکار. لیکن شبی که وقتی که در برنامه شوکت محمدی گپ زد، اون فکرتون دیگر چی بود؟ من گفتم که مردم جنگ نروند. فهمو؟ من گفتم که این بازی است. درست بازیه؟ یتیموف نکرده است این کارا لعنت کرده الله رحمانوف نکرده است. این دفعه این کار از طرف قرغزا. اوزی اگر قرغزا دا 5 کس بخیزن در بیشکک میتینگ کنن زید صابر جعفروف تشریف قرغزا رای میکنن 4 تا توجیک هم میکشن، همه مردم از بیشکک میرن خونهاشون. قضیه برمیگرده سینی ایست نه اونا را حیافتگی هم برای همین برای توجیک باید خشب بکشه. تو دیونه ای ارمیا باید این کار بکنه. اوزی در بیشکک 100 کس جمع شود برای میتینگ کنن که فلان دیپوتات ای حزبی اتمکن بود با فهمیدنش که پرابلم داره ایتاری باید که ادنماندت میشوه که دیپوتاتیش هم نفس پوریده است از خچه پیشنهاد کرده است. اوزی همراه میخیزه در مرکزی بیشکک میتینگ میکنن، تشریف ارمیش رای میکنه 4 تا اسفرگی را میکشه. بعد باید برای همین بازیه که فلانی دیپوتات در بیشکک پرابلمش است باید توجیک برای فقط در گرانس کشته شوه. تو سرت کار میکنه. نه با همه این چیز گوش کنه. قبل از این که تو من در قرغیزستان زندگی کردم، من قرغیزا را خوب میدونم. اگر تو ندونیشون من میدونمشون. من قطعی رهبرای سیاسیش گپ زدم، من میدونمشون چه خیلن، تک به تک میشناسمشون. همو حزب اس دی پی کی همو پرزیدنت پیشینشه المازبک اتنبیفا فهمیده سای
به همون خاطر میگمود که مثلا قرقیزستان وقتی گپ میزنم خوب دقت که برای یک بازی سیاسی اوزی تشریف برای که میلیارد میلیونر کار کرده است، برای کار کردنش اگر عادی ترین خلل وارد ببینه که میشود در یگان کارش رهش یافتگی بهترین راه میگه من شوندم توجیک کشتن در کار توجیک روی میکنه از سلطتش نه 4 تا توجیک بکشن همه قرقیزا میرون خونهشون تمام راهی بهترین نیافتن یو فهمیدی یکی چی کپای برای هم قبای توجیک کشته شما برای 4 تا جنایتکاری که در خدرات در قرقیزستان آنه برای یک عائله کثیف در تاجیکستان من نمیخوام مردم بمبره حلش کردنی برای اگر نیست از حالتا تمام بگی چیکار میکنی کردن بگی مردمی عادی نباید بمبره برای سیاست های شیطنت شما ما هیچ وقت نمیخوام که مردمی عادی ملت تاجیک بمبره کشته شود اول یک قبل از این که گپ میزنه بفهمه که شما چی گفته ایسی در اینجا من حمایت وطن ملتم نرفته است من حمایت 4 تا کهنه جنوب رفته است برای حمایت اس یا برای حمایت تشریف باید که تاجیک بمبره هیچ وقت نباید بمبره تاجیک انا میره گفته ایستم من هشیار بودن در کره